میمیرم. ساعت 3 خورده و هیچی نخوردم. یعنی این رژیم فستینگ که میگم مثلا خیلی مود شده و اینا، فکرم برای من آسون ترین کاره، چون خیلی وقتا پیش میاد که من مثلا یادم میره غذا بخورم و مثلا ساعت میشه دقیقا 3 اینا و میگم ای غذا بخورم. امروزم برنج از قبل داشتم، بعد یه دونه تیکه کوچولو کره توش گذاشتم درست شه، یعنی گرم شه. بعد از این موقعی مواد زده داشتم مرینیت شده، من گذاشتم تو ایر فرایر و اینا هم که گذاشتم بپزه. و این چیزا که راجع به کلم بروکلی میگن راسته توش کرم پیدا میشه. من هیچ وقت کرم پیدا نکردم، نمیدونم چه انقدر میگن. الان من مثلا میتونم بگم قوت قالبم بروکلیه واقعا. اما من الان دیدم که اصلا تو کادر نبودم درست حسابی. دقیقا داشتم این فکر میکردم برم چک کنم اما چک نکردم و تو کادر نبودم و دیگه یک یوتیوبر مبتدی کامل به حساب میام، اشکال نداره. حتی اینم میذارم توی فیلمم تو یوتیوبم. نظرم که همیناش قشنگه دیگه، آدم فقط بتونه اون بیشترین چیزی که برای من مهمه، یعنی دارم تلاش میکنم راجع به این شروع یوتیوب همش اینه که چیزایی که مثلا برام سخته رو هم شیر کنم یا چیزایی که اونقدر پرفکت نیست رو هم شیر کنم تا هم آدما به نظرم حس اوکی دارن که ببین چقدر طرف راحته، هم که خودم نه غذا بخوریم لیتس گو. کنم بیشتر از همیشه دارم سعی میکنم که غذا رو آماده مثلا از قبل غذا آماده کنم، بعد اینطور خیلی حسم بهتره. هم غذا بیشتر میخورم و غذا سالم تری میخورم. مثلا الان یه عالمه کلم بروکی من گرفتم پختم، خب بعد اینا رو نگه میدارم دیگه. من زمانی که میخوام گشنمه، مثلا واقعا خیلی گشنمه و میخوام سریع غذا بخورم، نمیام یهو مثلا توست با چه میدونم کره بادام زمینی و مثلا یه عالمه چیزی که حالا اونقدر حالا شاید هلسی اونقدر مثلا چیز نباشه، ولی بالاخره واسه وعده غذایی نهار و شام مثلا شاید مناسب نیست دیگه. به همین من اینا رو آماده نگه میدارم. مثلا برنج یک کم، برنجم این دونه‌های نشکی داره توش، خوبه. اسمش چیه؟ سرچ میکنم می‌نویسم. بعد کلا این برنج نگه داشتم و بهم این ذهنو میده که اوکی تو آلردی الان برنج آماده داری، بروکلی پخته شده آماده داری، بعد خب مثلا یه مرغ میمونه دیگه، مرغم که از قبل آماده شده است، تو مثلا باید بذاریش تو ایر فرایر. قبول. به من اینو میگه که آقا تو غذای هلسی سالم آماده تو مثلا میتونی توی 10 دقیقه سرهمش کنی. خب پس دیگه نرو غذایی که ربط نداره الان به وعده غذایی بخور. این خیلی داره به من کمک میکنه الان. ببین 3 ساعت داشتم فکر کنم که چی بپوشم، بعد آخرش فکر نکردم که بارون قراره بیاد. نه کاپشنم کلاه داره نه همراه خودم کلاه دارم، فقط اینو گرفته بودم استایل شالتوری. الان بارون کم شد، خیلی بارونه بهاری طور میاد، هوا مثلا سرد نیست، خوبه یعنی اوکیه. ده 20 دقیقه سازستم 20 دقیقه شبه امار دره. هم بریم عکاسی. برای من یکم روشون نزن فوتوشوتی میکاپ عروس نه اینقدر نه باشه که یکم اینجور دما خلاص. عروس اومد. دین 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 عکاسه بودن. ببینم عروسو. عروسه نه ببینی عروسه چی میخواستم بگم.
ما ساعت 9 خوردیه و تازه دارم که عکس می‌خوایم The light is fading fast from this old town. We gotta go. Our bags are packed, so what? ببین ما رفتیم آرایش کردیم عکس گرفتیم پاک کردیم اومدیم بعدش رو داریم ادامه داست to be continue to be continue چشتون چجوری میمونه؟ اوه پوست تو چیه و پوست ما چیه؟ واسه خود پوست پوست من اون چیز صاف نیست واسه شما کی پوست من صاف؟ پوست من کجای صافه؟ مثلا شما نذارید ماسک چشمتون وقتی هم وایسادین و میخندید. به خدا که پوست رو صافه من کنه 4 کیلو همین چیزی اتفاقا این ماسک رو ماسک هیدرات هست داری میزنی مهدی هستن که چون جوش داره نباید بزنی جوشش بیشتر میشه. خب چرا نیمی؟ برم بشورم؟ نه خب بیا بخواه بیا اشکال نداره بیا پیش خودم یه ماسک دارم الان اگه قشایار بود میگم یه ماسک دارم که کره بود بابا واقعا هیدرات چرا به جوش داره من رو دماغم بد میذاشتیم پوست خشک باید داره هیدراته بزنه نه پوستی که جوش داره پوست جوشی یعنی پوست چربه که جوش زده من الان جوشام چیز بچه این داره میفته میگم تایماتو گرفتی هفته ارزون ترین ماسک ده ما خریده آشقانا رو واسه ما خریده بنده خدا این همه رفته خرید کرده واسه خودش از این برق میزنه ببین ما برسنگم میزنه بگم شما دوتا اینو پاک کنیم بیاین ماسک پیلینگ منو بزنیم پیلیم؟ آره به خود دفعه اولم بود خریدم همیشه از همین شید ماسکا میخرم این دفعه تمام کردم این سری الان من یه مشکلی که دارم نه مشکلش چیه؟ اینه که من جوش الان ندارم الان لک دارم خب پس بزنیم البته بچه اینو تابلو نکنید من واسه ایران همیشه از این ماسکا میدم ارزون داره نگفتیم خوبه واقعا یه جوری ماله میکشه انگار همه ایرانی‌ها دارن سرعت ثانیه خیلی باشه خوبیه دوره چشم که میاد پایین بچه دراز بکشی عزیزم بودو خب بچه ها میریم واسه مرحله بعد تا مرحله بعد میایم دوباره یه خیلی رو لبمون باشه میکنم حالا بخوریم میگم شما دوتا خیلی هماهنگ بودیم آره شکر و عسل هر شب تمامه عزیمه من هر شب لازمه دو بار در هفته کافیه بابا تو هم لباس خوب شد بچه من ژل بزنم خیلی بهت میاد منم همین داشتم فکر میکردم یه شات میشه؟ شات میتونیم این بشه